نظامجان عزیمов. پخش افیر میکنن $1,500 مبلغ گرفت. قبات گوشت گرفتم شاید در کامر نگنجیده ایستاده باشم. خوش یعنی ابروانشان رو میچینن و باز با قلم سیاه میکنن. یک سیده. اصلا میگویید. بله. در این آب نوشیدن لذتی دیگر دارد. بای بای. همین سرانده یک تا تو کام بودی اکنون گفته می نویسم. خیلی دافشاف سلیم جان. یک تا شناس توی میکردگی. هم با شمای میگفتگی ما. اما خصوصیان که و یا چند پول به میرن. گریم یا مکیاژ. هر دو یک چی نه؟ بار بیر اینجاش رو قایچی میکنیم شرط رو از زندگی. ситораҳои шоу-бизнеси тоҷик ҳунармандон ҳаҷвинигорон рӯзноманигорон варзишгарон дар лоиҳаи нигоҳи нав бо салимҷон саидов. ассалому алайкум азизони дилу дида ба ҳар нафаре ки моро хоҳ тариқи ютуб хоҳ тариқи шабакаи телевизион тамошо мекунад хоҳ тариқи воситаҳои мухталиф тамошо мекунад ассалому алайкум ва ба он нафароне ки маро дар мағоза дар кӯча дида анаҳон вай бача аст ку дар нигоҳи навангӣ мегӯяд номи ман салимҷон саидов ин лоиҳаи нигоҳи нав аст дӯстони азиз бори дигар дуруд ва меҳмони кошонаи мо ҳастанд чун шумо аллакай мебинед хеле ҷавони пуристеъдод ва хеле ҷавони ҷавон низомҷон азимов خوش آمدید. السلام علیکم. السلام علیکم. تشکر زیاد میگویم که دعوت کردید. تشکر که دعوت ما رو قبول کردید. سلامت باشید. خوش آمدید. خب لایحه نگاهی نو چند بخش کوتاه دارد. من در آغاز کوتاه برای شما میگویم به هر صورت. قسمت اول سوال‌ها از لایحه نگاهی نو میشود. ما کوشش کردیم که با آن سوال‌های برای شما واگذار کرده باشیم که بوری هم نشنیده باشید یا شنیده باشید هم کم خیلی کم. بله در دیگر مصاحبه‌ها در دیگر صحبت‌ها نگفته باشید. و قسم بعضی سوال‌ها هست که تفکر شما رو جهان بینی شما رو نظر شما رو اوید این یا آن مسئله روشن می‌سازد. بعد قسمت دوم هست یک شرط چون همیشگی یا یک شرطی که حالا نمیگم برای شما بعداً بله قسمت سوم بلیتس است 10 سوالی کوتاه ها یا نگویان جواب میدید بعد سوال‌های مخلصانتون ما جمع باز می‌کنیم بچه‌ش کوشش می‌کنیم جواب می‌کنیم تشکر زیاد و من می‌خواستم امروز سوال رو از دیگر پهلو واگذار کرده باشم اما با یک سبب من می‌خوام که اولین سوال رو برای شما این گونه واگذار کنم در طی معرکه‌ها چند مرتبه شما یک ساعت دیر کرده اید یعنی تأخیر کرده لیکن راستی گپ در تو یگان مرتبه دیر کرده نیستم شاید که همین طورم باشد من در بسیار جاها میگم که اصلا شغلی دوست داشته من خواب رفتن است این یگان جای رستیش نیست امروز هم من کمتر دیر کردم کمتر نیرونه یک ساعت هیچ گپ نه البته میگن که با گردنت خنجر اویدم که راستش رو گرفته لیکن در توی من خدا به شکر من تماشابینا تماشا کرده ایستادن یگان بار دیر نمیکنیم کوشش میکنیم وقتش بر افته رسیدن و خیلی اما در برنامه تاخیر میکنیم لیکن در برنامه دیر کرده بودیم من این باز یک بار دیگر میگم چون انانه که هست دلی عادت کرده بلای جان خب باشد تشکر شما به فکرم غضبتون اومد که من دیر کردم من خواستم که کمی غیری عادی شود برنامه از این روز چون ما الان در آغاز صحبت کردیم همش خوب است مهم یک ساعت تاخیر کردن شما نیست مهم خوب رفتن این برنامه که برای بیننده ها پسند آید چون شما با توی میروید و مثلا نفری رقص نکند من فکر میکنم که برای شما خود رو در حالت ناهینجور حس میکنید اگر شما صورتوی رقصی سر اینجا نفر رقص نکند از این لحاظ اگر صحبتی ما هم خوش کنید من فکر میکنم که به بیننده پسند نمیاد مهم اون که صحبتی ما جالب باشد از این لحاظ من صحبت رو از سوال اولین رو از 180 درجه گردانده 380 درجه از پهلوی دیگر برای شما گفتم زیرا نگاهی نو است خب تشکر پس میگذاریم به سوال معمولی من فکر میکنم که از من ننجیدید یک چیز ایادم فراموش کردم دیروز هم با صحبتی سید مراد دولتوف و ناظم جان یوسف همین چیز فراموش شده است که بعداً گفتم زنگوله سحرناک داریم ما هر باری که زنگوله پخش میشود شما از ایجادات خودتون از ایجادات یگان نفری دوست داشتهتون 4 یا 2 مثل سرود میخونید و هر دفعه که سوالی من به شما پسند آمد شما پخش میکنید یعنی که سوالتون پسند آمد من نمیگویم هم تا رو پخش کنید من میفهمم که سوالی من برای شما پسند آمد و وقتی که من پخش میکنم شما سرود میخونید و شما ساده تر است به هر صورت همین گونه آزاد هست و میتوانید که پخش کنید مشکلی نیست اگر با جواب دادن مشکلی کشید من خودم مقبول نشم خلاص در هر حالت میتوانم که پخش کنم وابسته به کیفیتتون خب پس میرویم
من میخواستم سوال رو این گونه برای شما سوال نوبتی رو بگذارم. امروز نمایش کلیپ و کنسرت ها در شبکه‌های تلویزیونی جمهوری ازبکستان همسایمون خیلی معمول و مد شده است. و در این ردیف شما هم اوری نیستید، شما هم هستید. خب سوال این گونه است، بگویید که برای نمایش یک کلیپ یا یک کنسرت چقدر مبلغ میپرسند در شبکه‌های ازبکستان، تلویزیونی ازبکستان؟ از ما قیمت‌تر است؟ بله قیمت‌تر است. نظر به آنچه که قیمت‌تر است. ما سال گذشته بود اگر خطا نکنم ماه ینور بود، اولا دکابر رفته به نوار گرفتیم در کانال موسیقی نوا. انا بعدا ماه ینور به افیر دادن. یگان جای رستیش نیست، همش رو آشکار بیان میگم امروز برای شما. هم برای به نوار گرفتن هم 2 مرتبه پخش افیر میکنن، $1,500 مبلغ گرفتن. کنسرت یعنی که کنسرت 10 تا ترانه همش در درونی همون است. رقاصه های هم بودن از اونجا، خراجات حساب، تنظیم همش در درونی همون است. و من برای خودم مثلا میپرسند که کدام مثلا رقاصه را شما میخواهید که در سرودی شما رقص کنند. 2-3 رقاصه های کمی نامدارم بودن، شما انتخاب کردید. بله، لیکن 2 بار گفتند و اگر خطا نکنم 5 بار به نوار دادن. همین چند روز پیش هم بود که یک نفر به من طریق SMS فیسبوک نوشت که نظام جان 2 شب همین شب 2 شب کانال آنکه 24 ساعت است 2 شب کنسرت شما از نو رفت و همون من دیسکش از کجا دست کرده میتوانم گفته از من پرسان شده بودن. همین یک خطا نکنم یگان هفته شد. تمام $1,500 $1,500 مبلغ. بهترین. و شما حقوق اون کلیپ هایی که آنها به نمایش گرفتن، کلیپ نمیمون نمایش رو استفاده کردن رو دارید؟ بله بعد از که به تلویزیون از تلویزیون آنها میرود بعد به دستتون میدن اونجا الکی آزاد است. شما میخواهید فیت کنید همش آزاد است. من از اسمیک هم سر داده بودم، از دیگر کانال های همون کنسرت رو سر داده بودم. بهترین. تشکر که بی پرده جواب گفتید. من فکر کردم که مثل بعضی از حافظان، البته بعضی ها میگویند بعضی از حافظان شما یه جای رستیش نیست. خب فهمم، تشکر. شما در چند صحنه شو دوگانه ها نیست؟ نظامکا افتشون به گل باید تو فهمید قاسمه. نظامکا السلام علیکم، من حاضر به خدا اگه شما منیم به تحریک قاسمه نکی منمی آده شما گرد قاسمه تو اخیر نکن فهمدیمه. من اکو صحنه شما حرمت میکنم فهمدیمه. به حیث یک هنرمند اکتور بازی کردید. سبب اشتراک در چی بود؟ مبلغ گرفتید یا نه؟ نه مبلغ نبود. سبب همین که ما با اکای فرخی حرمت و رشته دوستی داریم. انا بعدا من در دوره دانشجویی یکی از اعضایان که وینشیک میگم اعضایان محفل خودیلان و خوشدلان، بله 3 سال در همون خوشدلان بازی کرده هستم. 2 سال جای اول رو یعنی که در داخل دانشگاه دولت شهری خوجند خیلی بازی کردیم. 2 سال جای اول رو 1 سال جای دوم رو گرفته بودیم که همین چیز به شوق دارم، اکتوری هم میتوانم. انا بعد فرخ پیشنهاد کرده بودن که بیا یکم خیلی چیز کنیم. بعد نه نگفتم. اول در نقشه 8-9 تا صحنه چه بود، ما 2 تاش رو به نوار گرفتیم، لیکن 1 تاش انچویک چی شده رفت پاپولار نشد. همون چیزی که مرا گنده میکنه همون انچه که پاپولار نشد. پس چورنی پیار شد. بله یک نمود پیار. بسیار آدمو با من زنگ زدن ای بیکار بر اومدید یا بعضیا نقش دست بعضیا اکنون همه فکر خودش رو بیان کرد. یکی من از اون پشیمان نیستم که در همون برنامه با شادگان ها برآمد کرد. فهمم. پس شما خودت که همون استعدادی که قبلا داشتید همون نمیرد، همون نیست نشود و خودتان رو سنجیدید. فهمم. بهترین. تشکر. خب نه همه حافظان در پلی مارکت برنامه یعنی نرم افزار خود رو دارن، اما سرودهای شما در شکلی نرم افزار یعنی یک برنامه در پلی مارکت موجود هست که مثلا من اون رو زیرکج میکنم با تلفنم و دلخواه سرود شما رو که در همون روی خط هست گوش میکنم. ایده کی بود در پلی مارکت نرم افزار ساختن و اون رو کی ساخت؟ چگونه است تاریخ اون برای ما جواب؟ ایده کی نمیدونم. شما نمیدونید که در پلی مارکت شما برنامه دارید؟ نه نمیدونم که در پلی مارکت از شما شنیدم. از شما دروغ نمیگوید؟ نه دروغ نمیگم، در اصل نمیدونم که یعنی که چه خیلی است. یکمون مثلا شما اگه بازی اسکچات میکنید نه که بازی اسکچات میکنم، پروگرام اسکچات میکنم. اگر اونجا نظام جان عظیموف زنید یک برنامه همین خیلی مثل بازی نرم افزاری هست که اون رو میتوانید زیرکچ کنید و در داخل آن وقتی میدروید سرودهای شما از انتخاب کرده گوش میکنید. اینه لیکن از شما یکم بار شنیدم. پس نمیدونم. نه از این خبر نداشتم.
عجیب. من فکر میکنم برای بینندگان نیز خیلی عجیب است از راستی لیکن نمیدانستم از شما شنیدم صاحب ملک نداند که اسرتای آن نفر در کجا. پس از شما هم نپرسیده آن کارو کرده؟ نه، لیکن من از این خفه هم نیستم. آخر این بله، البته این من خرسند هستم که مرا لایق همین چیز دانسته وقتی خودشان رو برای من صرف کرده همون چیزو ساختن. بله، من مهنت از مبلغ است. بله، ما همون سرود رو الکی پیشکشی مردم کردگی کو یا سامانه‌های موسیقی به دادگی یا دیگر جا دادگی، رادیو به دادگی دیگر الکی وای پیشکش دیگه وای چیزی که حالی پیشکش مخلصان نگشته باشد از آن شاید من رنجم بود که یک بار نپرسیدن کو گفته. لیکن سرودایی که ما میبریم البته من از اینجا خرسند شدم باور کنید. از قبط گوش گرفتم شاید در کامل نگنجیده ایستاده باشم. زیرا این خرسندی آور است برای من. فهمم. بهترین. پس از برنامه اولین کاری که نظام جان میکنن در پیمک خود رو جستجو میکنن. البته میکنن خدا خواهد. بله. اما خیلی قصه جالب، اما فکر میکنم که بله اصلا با اون افرادی که این کارو کردن و برای بینندگان پیشنهاد کردن. بله. خب سوالی نوبتی این گونه است. در روز عاشقان در شب ایجادیتان اگر یاد داشته باشید قید میکنید که من عاشق شما هستم. شما عاشق کی هستید؟ شاید این به معنی که عاشق مخلصان. بله، همین گونه میگوید که با مخلصانتون توجه کرده. من عاشق شما هستم. امروز روز عاشقان است، من عاشق شما هستم. کدام از مخلصان بیشتر عاشق است؟ یعنی این به معنای تام است، یعنی که به معنای که چی؟ من همون مخلصانم رو من در بسیار کنسرت هم میگم که من اونها رو دوست می‌دارم. زیرا صنعتکار شدن برایم این یک کوهی بلندترین بود که شاید من با اون برآمده میتوانم یا که از همون کوه گذر کرده میتوانم. این برای من همین بود. من نمیگویم که من حاضر در بالای کوه هستم، اما در راه. بله، در راه هستم. شکرانه خدا شاید 10 متر بلندی باشد، اما قدم زده ایستادم. قدم زده ایستادم 15 متر 20 متر بلندی شده باشد. از همون من همونجا برآمده ایستادم و همون مرا با همونجا یعنی که یاردم کرده ایستادن که من برای این مخلصانم. اولا خداوند بزرگ است. همین چیز رو برای من نصیب دانسته بوده است که من امروز شده ایستادم. بعد دیومش البته سببگار می شود. خداوند یک نفر رو یک چیز رو سببگار میکند که همون چیز به تو کمک میکند. همین دستگیری اکاها و من دستگیری مخلصانم است که من کوشش کردی ایستادم که همون قله رو فتح کنم. بهترین. فقط اکاها یا خواهرها هم هست؟ ولی همه کس اکا، خواهر، مادر جان ها هستند. اساسا ژانری ما رو که بسیارتر زن ها دوست می‌دارن. من مادر جان ها هستند. شب و روز در دو هستند. بسیاری وقت زنگ میزنن بچه جان آوازتون خسته نباشد. میدادین چقدر کیفیت دارد. بله. بله. این آرزوی من است. بهترین. شکرانه خدا. بهترین. تشکر. سلامت باشید. خب پس ادامه میدیم. سوال ها یک چند سوال ها که عموما از صنعت شما بیرون است، اما من چون گفتم نگاه شما رو به این مسئله روشن میکند. سوال ها بعضی غیر عادی است، اما بعضی سوال ها وابسته به صنعتتان میشود که دل خود شما درک میکند که کدام سوال جدی است، کدام سوال هجوی است، کدام سوال جوابی کنکریتی ندارد، کدام سوال جوابی کنکریتی دارد که شما باید گویید. این وابسته به کیفیت خود شما است. اما پیش از آن باید یک سرود خوانیم برای مخلصانتان. مالش بچش. خب من چه گفتم وقتی که همین پستی رکلام رو در اینستاگرام گذاشته یک نفر سرودی فقط مادر میسوزد رو خوانده تیان زنده گفتم من همون کامنتاری رو خوانده بودم. هم سرود رو میخوانم. درخواست مخلصان. بله، درخواست مخلصان. خب برمیگردم. شعر از بختیاری عثمان. آهنگش از آن خودم است. کارکرد موسیقی خسرو جان تیمورов و کلیپ رو به نوار گرفتن دیسیدی فیلمز اکمل جان واسیدی. اگر درد کند جانت فقط مادر می سوزد، به شمع قلبی سوزاند فقط مادر می سوزد. مسافر گردی و تنها در این دنیای پر غوغا، حبیبی دل پریشانت فقط مادر می سوزد، فقط مادر می سوزد. تشکر. مادر جان سلامت باشند. بله. زنده باشید، صدایتان خسته نباشد. بله، همیشه مادر جان های ما در سری ما داغو باشند. بهترین. تشکر. سوال نوبتی مبلغ برای شما چی معنی دارد؟ جهانی کلان است. زیرا امروز به مبلغ در یک آنجا قدر قیمت هم قریب نداری گوییم. درست می شود قدمی گذاشتم و مبلغ است. خیلی زمان همین را طلب می کند.
آدم‌ها از همین زندگی رو به سر میبرن. شاید اگر به مغازه داریم بود و مغازه چیزها رو به ما بی پول تیاد بود نمیشد. حالکه حیات دیگر خیلی میشد. برای همون مبلغ امروز در جای اول شده ماند. لیکن کوشش میکنیم که بابایم میگفتن که می کوشش کردن در کار که مبلغ نیو آدمگری رو از خاطر برآوردن در کار نیست. زیرا مبلغ چیزی که دست است امروز هست پگاه نیست است. روزی می شود که تو بسیار مبلغ داری، روزی می شود که نیست. هم در همون وقتی دارایی و نداری نگاهی یخیده داشتن در کار. همون پند رو همیشه بروزا تکرار میکنیم که از خاطر ما نبراید. بهترین. تشکر. خب حالا در دوره پاندمی توی ها با اشتراک 100 نفر گذاشته شده است. بله شما میدونید این چیز رو. خدا نکند، البته خدا نکند، اما تصور کردیم که 50 نفر شد همین چیز. باز هم کم شد. تصور کردیم که البته خدا نکند باز باری دیگر میگه. فرشته آمین نکند های گید. بله. 50 نفر شد. سوال این گونه است. خب مبلغی که حق خدمتی که در توی امروز هست 150 نفر 100 نفر. وقتی که 50 نفر شد همان حق خدمت میایستد یا ارزان میشود از نظام جا؟ من راستی گپ دروغ نیه. من تماشا کرده ایستادگی آدمایی هم میدونن بعد از پاندمی من نرخ و نوارو پس کرده هستم. آنچه بی نهایت. زیرا من مردم رو دیدی ایستادم. خودم هم راستی گپ رو میگم زندگی مسئمین است قریب. در دوام 2 ماه کرانتین بسیار چیزها رو دیدیم. همش رو دیده برآمدیم. من همین چیزی که خودم هست دیگران هم همیشه فکر می‌کنم راستی گپ به مبلغ محتاج هم شدیم در دوام این پاندمی. انا برای همون از این لحاظ من بسیار آنچه که نرخ و نوارو فراوردم لیکن رسختی که من دارم همون است. به نوازنده ها چند پول میدادم همون رو میدهم زیرا اونها هم اوله دارن فرزند دارن اونها هم از همین کسب نان میخورن. من همون حقی که برای خودم بود من از همون پس کرده این حال پس کرده به مردم خدمت کردی شدم زیرا حاجت آنها را برام حاضر 1 سوم هم پول شدم باور کنید. بله بهترین. پس اگر باز 50 نفر شد باز پستر میشه. با پستر میکنید. بهترین تشکر و ما در خدمت مردم هستیم. الهو نشد الهو بلندتر شد. الهو 200 300 نفر شده. بله بله همش توی خوب اجازه یعنی. بله خوب تشکر. خب سوال فلسفی اگر میدونستید که 24 ساعت عمرتون باقی مونده است چیکار میکردید؟ سوال فلسفی. سوالی که باید اندیشه کردن رو بله طلب میکنه. بله طلب میکنه. 24 ساعت در نزد مادرم نشستم. بهترین. فهمم. همین دور نمیشدم از نزدشون. من فکر میکنم که جوابی خیلی زیبا بود. تشکر. خب با فکر شما برای چی زنها خوش یعنی ابروهاشون رو میچینن و باز با قلم سیاه میکنن؟ شاید با یک قالب معین میدارد باشن نمیدونم. نو در کاریش رو میچینن و باز قلم کرده خاص میکنن. یعنی که در یک قالب معین میدارن. فکر میکنم در یک قالب معین میدارن. شاید. من نمیدونم من جوابش رو نیافتم راستی خود به خود نیافتم زیرا که آن رو میچینن و باز با قلم غاص میکنن چگونه است؟ خب به هر صورت زیبا بودن رو همه میخواد. من نمیگم که هیچ کس قلم نکند اما شاید که شما میدونید که سوال دادم. خب تشکر. به فکر شما اما اصلا به سوال نوبتی باید که دروغ نگویید. خب جوابی راست گویید. راست میگم. یگان وقت یگان چیز دزدیده اید؟ دزدیدم. در کودکی. در کودکی بسیار تخم دزدیدم. در کودکی. بله از مرغخانه کتکخانه خودم تخم دزدیده هستم. از خودتون باشد ولی دزدی نمیشود. از همسایه چی؟ نه از همسایه ندزدیدم لیکن راستی گپ رو میگم از دشتای همسایه رفته علف دزدی می‌آمدیم. در دهات که زندگی میکنیم مال داشتیم و با خر سوار شده رفته علفای بیگانه رو شبانه رفته تحویل به خانه می آوردیم. فهمم. در جوانی چی؟ الان یعنی نه نیست نه این چیز. نه دزدی نمیکنیم. فهمم. بهترین. من و نظام جان یک چیز رو دزدی شدیم وقتی قیمت شما را ایزان میدید از این روز راضی میشوید. خب ادامه میدیم. برای خریداری آیفون 10 چند توی باید گذروند؟ من با آیفون شوق ندارم. شوق ندارید. گالاکسی 10 گالاکسی 10 اصلا میگویید بله میتونه زنگوله رو پخش کنید البته. نه برای چی یگان جای دوستیش نیست. حاضر که نرخ و نوای تلفنم فرامده رفتگی شاید
2 تا گذرانیم رسیده. بهتره. پس ماهانه نظامجان رو خودتون حساب کنید دوستان عزیز. روزهای استراحت رو حساب میکنید، در یک روز 2 تا تو حساب میکنید و حساب کتاب میکنید که چند آیفون و چند سامسونگ میدید. بله. خب برای مسافران باید یک خبری خوش گوید یا تمنیات خود رو ابراز کنید. این سوال به همه مهمان‌های ما واگذار کرده میشود. زیرا که ما رو از مسافرت طریق یوتیوب تماشا میکنیم. حاضر این زمان بسیار برای آنها دشوار است، زیرا از پدر مادر دور هستند و عجایباتش در آن چی که تو حتی مبلغ داشته باشی هم که عمده نمیتوانی حاضر. همین خیلی شده مون ببینید پول همین قدر قدرت دارد، تمام جهان رو به دست گرفتگی است، اما عین زمان همون مبلغ هم نتوانستی ایستاده است که تو با آغوش پدر مادرت بیایی. ان شاء الله صبر کنن، روزهای ناز در پیش است. از این پیشتر هم من با بزرگان میدونن کسالوی وبا اومده بود، بله جنگ بزرگی وطنی بود، از این هم دردهای بالاتر بود، همش رو آدمیزاد پسی سر کرد. اینش رو هم میگذرد. من همین روز سحری از فیسبوک یک نوار رو دیدم که تمامی مردم به نزد سفارتخانه تاجیکستان عمده جمع شده ایستاده بودند که یک نفر گفته ایستاده است که کمتر صبر کنید تا رها شده می شود، مذاکره رفته ایستاده است. من هم به فکر همه آدم همراه هستم، زیرا در آنجا بسیار یک تلپه رو میبینم که همه باید دیگر جلسه است، یک تاش کسل باشد به دیگرانش میگذراند. خوب میشد کمتر خودداری کنند. من راستی گپ همین مسافرت بسته شدنش به ما هم سلیم جان زیان خودش را رساند، زیرا برای چی؟ شکرانه خدا که مردم کونی بادام، مردم اسفره در نوبت خود بسیار دوست می‌دارن من رو، بر توی‌هایشان دعوت میکنم. من تا حاضر اون توی‌هایی که ما در اسفره داشتیم همش ادمینی شده ایستاده است. در تأخیر مانده. در تأخیر مانده ایستاده، زیرا آنها در مهاجرت هستند. اگر در همین جا باشن هم که اون مبلغی که داشتن الکی خورده تمام کردن، زیرا مردم دهات همه ما خوب میدونیم که زندگیشون از مهاجرت است. بله دامادها در مهاجرت، دامادها پدر مادر بعضا اولوی میروند به مهاجرت. خیر خداوند امید میکنیم شب و روز که اولا همین وبا را دور گرداند، به مسافرها صبر جمیل. به هر حال ما در وطن هستیم، برای آنها دشوار است، به ما ساده تر است، برای آنها بسیار دشوار است که نمیدونند که احوال پدر مادرشون چگونه است، چی خورده ایستادند. خیر خداوند الهی به ما رحمش بیاید. خیر برایشون صبر، ان شاء الله همش خوب میشود. روزهای خرسندی در پیش است ان شاء الله هست. بله من شادی شریک میشم. شما در بالا بله از به تاخیر ماندن توی ها گفتید، نه همون مبلغایی که پیش پرداخته که گرفته بودید آنها برگردانده شدن یا توی ها سنش به تاخیر گذاشته؟ بله نه حاضر یگان نفر نپرسیدن، ما به زبان خودمون میگیم زکالات میگیم، زکالات را گفته ایستادن که نظام جان عین حال سنه اش رو که انیخ کردیم با شما زنگ میزنیم، همون گپ زنان همون گپ زنان. یگان کاملیش نیست ان شاء الله. این طور باشد بهتره. بله این طور باشد بهترین، زیرا میشود که پیشکی چندین نقشه ها کشیده میکشد انسان چقدر مبلغ میگیره، چقدر توی ها و ویروس یک خورده که میاد همه رو چی میکند. خب نظام جان ما حالا سرپرست البته ما همکاری برنامه داریم، همکاری برنامه ما مغازه لباس های مردانه اوج هست، رقم ما مغازه لباس های مردانه اوج نزدیک بازار پنجشنبه، پهلوی بازار پنجشنبه، بازار 20 سالگی استقلالیت است. میتوانید لباس های با خودتان شینم رو با نرخ های دسترس یعنی که ما بیام میتونن لباس سازی. بله میتونن اگر روید میدهند. بله من میگم یک لباس میدن، اما حالا وظیفه شما دیگر است، تماما دیگر است. بله این همکاری برنامه ما بود برای جلب کردن سرپرستی برنامه، سرپرستی کول که خیلی برای ما مبلغ گران دهد. شما باید یگان چیز رو رکلام بیاید تبلیغ کنید، بیاید میگیریم همین ظرف خودتون رو با کامera نشون میدید، تبلیغ میکنید و ما مهارت اکتوری شما رو، ایمپروویزاسیونی شما رو نیست میفهمیم که از همین چیز یگان چیز ساخته میتونه، یعنی یک رولیکی تبلیغاتی رکلاموی ظرف آب نوشی با نوشته نگاهی نه. چی گفته تبلیغ میکنه نظام جان؟ اگر با همین لگتیپ شما گوییم ظرفای نگاهی نل در آن آب حالتش را گم نمی کند، البته صفتش بلند است، پرتافته هم بینید نمیشکند، در این آب نوشیدن لذتی دیگر دارد. بای بای واقعا هم درست گفتم، تشکر زیاد. آبی بی‌مزه هم با مزه می شود. پس بینندگان عزیز بیاید یک مرتبه پرتافته میبینیم که میشکند یا نه. البته شوخی میکنم. تشکر زیاد، زنده باشید نظام جان. خب خوراکی که دوست نمیدارید کدام است؟ خوراکی که عموما دوست نمیدارید؟ این خیلی خوراک ندارم.
به هر صورت میشود خوراکی که نه اونقدر دلکش است به انسان همه چیز رو میخوره خوردم میگیرم گوشتی خوب نه اکنون با معنی که نه اکنون گوشتی خوب ما که مسلمان هستیم برای ما من کرده شده است نه مثلا خوراکای دیگر دولت اون همه خوراکا رو دوست می‌داری اگر شما دیگر دولت گفته باشید من خوراکای خطایی رو خورده نمیتوانم بله اما از خوراکای خدا ما همش رو میخورم شکرانه خدا برای همون فربه هستند دیدنده من فکر می‌کنم انسانیت از خوردن فربه نمیشه اصلا اینجا فهمم نظری من فکری من همین است فهمم برای فربهشتن دلی وسیع داشتم بهتر پس دل شما تنگ است بله بسیار دل تنگ است چرا نمیدونم زخم میشم بسیار یگان کارم برار نگیرد یا که یگان کارم رو در وقتش اجرا نکنم در برنامه تاخیر کنید در همین حالاتم تو آمدن من فکر کنم بیام که کاری نقض نشده شرمنده شده هیچ یگان جای مشکلی نیست عموما یکی بسیار دلتنگ هستم در همه چیز در حال اگر مثلا در زیر کلیپ ترانه هایتون در زیر سرود هایتون یگان بگیم که شهر ها کامنتاری های بد نویسن چی زخم میشه نه البته اولا هستن آدمایی که در یک وقت نمیتونید شما با همگان پسند آمده بله ما تیلا نیستیم بله شاید هم تیلا هم با هم با معقول باور کنید نست هستن نفرانی که سریبرو رو دوست می‌دارن تیلا رو نه در این دنیا یگان چیز نیست که با هم معقول باشد من سببش رو فکر میکنم یا بعضیا می‌نویسن که همین کلیپ نمیشد می دختر دیگر رو گرید یا همینا سرانده یک تا تو کم بودی اکنون گفته می‌نویسن خیلی اولا وظیفه‌نا قبول میکنه بله در اول در همین موضوع کمتر زیخ میشتم لی حاضر نه خیلی میگم معقولشون نیستم بهتره خب نظر رو نقض کن تا نقض بینی گذر از پوست کن تا مغز بینی میگن اینجا گپ سری نگاه نظر است بله تشکر زیاد نظام جان خب ما از بالا از خوراک گفتیم من چرا از خوراک گفتم زیرا که سبب داشت سوال نوبتی این گونه است 5 ساعت در اتوبوس نقلیات جمعیتی در هوای گرم درجه 40 50 درجه 40 درجه 5 ساعت سفر کردن با اتوبوس یا اینکه خوراک خطایی رو خوردن کدامش انتخاب میکنه اتوبوس رو دوست میدارم اتوبوس هوا گرم باشه هم ممکنه اینش رو میکشی اگر خوراک خطایی هم خوردگی هستم وقتی که در دوشنبه بودم دوستی من اکتیوری که هم میشناسد خورشید مصطفایف هر بار من پیشواز میگیرم با اون کس در اشن رفته یک کیم چی بود نامش از خاطرم برآمد با هم چوبچش گرفته خورده بودیم ایکرا داشت نه اونقدر چی است پسند شد و بعدا نمیدونم از چی سبب باشد یا که از تأمل کنی آنها باشد نمیدونم قدر برای من خوراکای خطایی ها پسند نیست من نگه پروبا کرده دیدگی نیستم از همون نمایشش نمودش بله نمایش فهمم بهترین خورشید مصطفایف با اون نفرانی که نمیدونن این نفر اکتور یعنی هنرمند هستن هنرمند خیلی بی‌همتا میتونه جستجو کرده پیدا کنید خیلی در فیلم های مشهوری تاجیکی نقش آفریده است بله خب چرا وقتی آفتاب میزند آدمون برایشان چکه میمونند زگر رو سینمات میگن که راستش بگم من هم میکنم این کارو میکنید بله همین کار رو من هم میکنم چرا چی میکند همین قطعه نوری آفتاب رو میچیند بله نوری آفتاب رو میچیند بعد سفید میکند آدم رو شاید سفیدیش میگذارد به شما من هم همین کار رو میکنم فهمم وقتی آفتاب سیاه میکند بگویم که چکه اون رو برقرار میکند گشت بله چکه مو شور نیو بنمک کشته بله خب در اینستاگرامتون چقدر پادپیچیک داره یعنی اعضا 8800 و چند نفر بود فهمم پس به فکر شما یک چهره شناخته مثل شما چقدر باید اعضا یعنی ابونچی داشته باشد 8000 کفایه است یا کم است نه کم است چقدر باید باشد نمیدونم از تقریبا چقدر باشد برای اون که سبب در اون که کم است زیرا که اینستاگرام امروز در جهان یکی از مشهورترین سامانه به حساب می رود و همون اون نفرانی که پادپیچیکانی که هستن فکر میکنم با خواهش خودشون به شما پادپیچیت کنن نه که مجبوری نه امروز ها میبینی بعضی نفرها هزارها نفر پادپیچیک دارند و اما فیکی هست اما همون نمایشی ویدیوهاشون یا که لایک هاشون رو تماشا کنیم اگر کم است من همین به زید هستم بیننده اصیل باشد اصیل باشد و من راستی گپ چند همین
چی میگن نکرودکه میگن همین ها پیشنهاد کردن که بیایید اکو شما کمتر مبلغ دید ما 100,000 میکنیم اینستاگرام شما رو باور میکنید برای من چی در کار وای فهمم بس برای شما شماره نه اونقدر مهم است نه برای من شماره مهم نیست برای من اون نفرانی که در حقیقت مخلصی من باشد ایجاداتی من برای وای مهم باشد یعنی که وای در جستجوی ایجاداتی من باشد من چیزی نو پرتویم وای همون چیز رو بیند فهمم همون پادپیچه کند برای من کفایه است برای من مجبوریش لازم نه فهمم بهترین تشکر زیاد خب با آخرین سوال از قسمت نگاهی نه و بعدا میگذاریم به دیگر قسمت ها حالا همین گونه بخش باید با اینستاگرام خود دارید و 3 پیام آخرین رو از دایرکت قرار نمایید این حاضر بله حاضر من دیدم این شرط نیست این البته خوش است ولی به شرط اساسی باید میکرده مالش من فکر میکنم برای مخلصان شما خیلی جالب است که بعد نظام جان چی مینویسند و 3 پیام آخران من باید نامشون رو خونم نه میتونید پیام رو خونید میتونید پیام 3 پیام رو خونید زیرا من گفتم که پیام اگر حاضر گویم که نام سونید شما هم میگوید که خیز دفش سلیم جان یک نفر از من مینوسی پدر بیمار مشاف پرسیده هستن یعنی ترانه رو موزیکش رو مینوسش رو پرسیده هستن موسیقیش رو یک نفر приятно слушать вас نوشته هستن از همون استوری که من مونده هستم من بعد رحمت گم اگر نیستوید брат вы заслуживаете گفته هستم همین 3 نفر سیوم نفرش اکو کدام توی خانه نوشته هستن من میرزا حبیب گفته جواب داده هستم با کدام مضمون یعنی که همون استوری که من گذاشته هستم در توی بودیم هم توی رو بنوار گشته ماندگی پرسیدی که اکو کدام توی خانه من بعد جوابش رسیدی که فلان توی خانه فونش یعنی که پس منظرش مقبول شده بله فهمم تشکر زیاد خب تشکر نظام جان خسته نشده ادامه میدیم البته ادامه میدیم تشکر زیاد حالا شرط است بخون شرط اگر شما نمیدونم چند برنامه ما رو اگر دیده باشید از تلویزیون از یوتیوب همین گونه است که به هر مهمان هر گونه واگذار می شود هر گونه شرط ها هست شرط این روز برای شما همین گونه است با دلخواه حافظ زنگ میزنید با دلخواه حافظی که شما میخواهید اما چهره باشد اون نفر رو شناسند و آن را در اشتراک با یک توی دعوت میکنید و میپرسید که حق خدمت چقدر است اهم مهم حق خدمت چقدر است شما پرسید اگر نگویند شما روزی کنید مثلا گویید که هفته فلان روزی فلان دروغ میشه پس ما میگویم که ما در چی هستیم در برنامه هستیم در انتهاش میگویم فقط در انتها میگویم قبلا ما میپرسیم بعدا ما میگویم در انتها ما هر روز همین گونه میکنیم باور میکنید مثلا دیروز ناظم جان از انور احمدیف 10,000 تومان مبلغ دار شدن قرض پرسیدن اون نفر روزی شد پس از برنامه رفته میگیرم خلاص همین گونه شرط ها هست خب با کی زنگ میزنید بیاید من با ناظم کا زنگ میزنم بهترین بیاید زیرا که پیش از سید مرادآباد اون نفر مهمانی ما بودن خودشون هم رقم رو خواهند داده بودن ناظم کا زنگ میزنم فقط با بلنگویک بلنگویک مونده بله با دستم گیرم سلام علیکم نظام جان سلام علیکم اکا جان شما درست می؟ و علیکم سلام خدا شما درست می؟ رحمت شما درست می نظم هستید می؟ شما هی میفکرم نما نگوید اکا تینجی درست می حجبا حجای همشان نظم می؟ خدا شد رحمت نظام جان خطان درست می؟ رحمت اکا و باید دستان با نبود می؟ نه بیمالو آزی و گوید اکتا شناس توی میکدگی هم با شمای میگفتگی دی ما شهرستان میته؟ نه همین خوجان به ها چون شهرستان هم باید تلفنش دازه اونجا شما اکا شما همه جا با دوست میدارم من میگم که شما به شما آدمی زیاد بوده رحمت نظام جان میندار همون با اکا جان اما خصوصیان که و یا چند پول به میرن نظام جان اکو من مسئله نرخ تلفن رو گاب نمیزنم خب همین روی پروشته گاب زنیم بهتر ده اوکی خدا شد مایلش من نباشد و آدم میگیرم نزدان میریم نباشد اکا جان همه خیلی کنیم بهتر روی پروشته گاب زنیم بهتر ناظم جان اکا السلام علیکم و علیکم السلام ما سلیم جان بیاید یک شناس شویم صاحبی توی می شما؟ ها ما صاحبی توی اکا از تلویزیونی سینما مستقل اکا برنامه نگاه نو برنامه نگاه نو
اسمه که کاپیتو میمونه همین حرکت کنوندیم که یک نرخ نواتون گویتی بار بل نگفتی چی حال داری دکو؟ ما همین رو پروشته گپ زنیم بهتره بله همین ها بهترین کار همین خطوری گفتون اکا جان شما از ما خفه نمی؟ نه ما خود ما خیلی خام نیست من برای همون شما به زنگ زدم که ما هردم اکاکو شما منو میفهمید گفته گپ نیست نظام جان خدا من زبانی گویاتی شما برای کار همتون به رحمت دکو سلامت باشه دکو توی بعدی برنامه بیاریتون توی من شدگی شما خودش یک توی قرضدار هستید که رس به مبلغ خدمت میکنید انا خوب شد دو تا شد نمیگوه اون دفعه رنگش کده دو تا شکسیه شوخی میکنم اکا سلامت باشه برای کار همتون رحمت اکا جان حجبه و حجبه سلام رسانید خوب شده است خوب شده رحمت اکا خوب تشکر زیاد ناز میکنم بسیار در حالت دشوار ماندیم لیکن در حقیقت همین خیلی است که من که خودم صنعتکار هستم این کس رو من میفهمم زیرا میگن در مردم گپ است که 5 برابر نیست ما هم به نگاه میکنیم بعضیا میبیان دلشون شما رو میخواد اما کمتر از جدی اقتصادی تنقصی دارن با اون کس دیگه بعضی نفرها میبیان و میگن کجا چند پول میرید فلان پول نوشته مونید یا بعضیشون میگن که کجا بید من شما فلان پول نه از وی کمتر زیادتر میدیم توی نقص گذرانید همین خیلی هم میشود برای همون یک وی معین نیست بار بیر اینجاش رو قایچی میکنیم شرط رو ایزونی دیل نگفتن نرخ رو ما قایچی میکنیم خب تشکر زیاد بلیت 10 تا سوال کوتاه جواب میگوید خودت شرح میدید وریانت انتخاب کردهتون رو گزینه رو خودت شرح ندید خب اگر اومده باشید رفتیم اندروید یا آی اوس این آی اوس چی است آیفون یا سامسونگ گفتن سامسونگ آی اوس این برنامه هست که با آیفون ها موافقت میکند اندروید با سامسونگ ردمی خیامی همه دیگه ها سامسونگ فهمم خب اینستاگرام یا فیسبوک اینستاگرام سه آواز خوان یعنی که به من پسند است سه آواز خوان میتواند پسند باشد میتواند پسند نباشد اون سه آواز خوان نامش رو من همه خوب است انور احمدов ناظم یوسفزاد بعد گل اصل پولاد بهترین گریم یا مکیاژ هر دو یک چی نه گریم چیزی دیگر است مکیاژ چیزی دیگر خیلی بیاد گریم بهترین خب صرفه کاری کردن یا بسیار مبلغ کار کردن بسیار مبلغ کار کردن بهترین سه روبی خب سلیم جان تشکر پرویز جان یوسفی فردوس رحمتov سلیم جان نبودو در روی خدیلش گام نشد بله تشکر خب تشکر اکا شهرت یا خدمت خدمت بهترین جان یا بانو جان البته جان سه کتاب سالهای 1990 کتاب خوانده بودم من در خاطرم نه راستی گپ رو میگم بیت تاجیکان رو خواندگی هستم باباجان غفورов بعد مرگ سودخور یتیم صدرین عینی و یتیم عینی بهترین تشکر آخرین سوال از بلیت عقل یا دل این به همه گویم که میهمانهای ما واگذار میشه دل چون نظام جان خیلی جوان هستن از این لحاظ دل رو انتخاب کردن بهتره خب با بخش 4 سوال های شخصیت ها با هم دیگر قبل از شما مهمانی ما میلیونری تاجیک سید مراد دعوت بودن و اون نفر به شما یک سوال واگذار کردن و شما به مهمانی نوبتی یک سوال واگذار میکنید این انا است در ما هر مهمان به مهمان ها واگذار میکند سوال اون نفر همین گونه است کتابی آخرانی که خوندید کدامشه آخرین کتابی که خوندید مرگ سودخور بله مرحمت به مهمانی نوبتی باید یک سوال بگذارید مهمان نوبتی میتواند سراینده باشد آوازخوان میتواند اکتور باشد میتواند حجم‌نگار باشد بله خب از همه کسب دوست داشته اون نفر بهترین تشکر زیاد خسته نشدید نه برای چی بسیار صحبت صمیمی بود نوبتی تاخیر نکردیم نه در وقتش نمیاد تشکر سوال‌های بسیار جالب بود کیفیت رو بالا میکردگی به همشون رحمت میگویم که وقتی خودشون رو دریغ نداشته سوال گذاشتیم تشکر سلامت باشید رحمت من در خدمت شما هستم ما صنعتکارا با مردم زنده هستیم در همه جا میگوییم ما صنعتکارا با شما زنده هستیم رحمت تشکر زیاد خب تشکر زیاد دوستی عزیز من فکر میکنم که
این اولین هست اما آخرین هش نیست. تشکر. خوش آمدید. رحمت. عزیزان دل دیده من، خیلی شما رو دوست می‌داریم و امید میکنم که شرح‌های پوزیتیوانه خود رو در زیر می‌نویسید. این لایحه نگاهی نو بود و من فکر میکنم که از صحبت ما چیزی گرفتید. خود رو احتیاط کنید. شما رو دوست می‌دارم. سلامت باشید. عزیزان دل، شما میتونید که پگاه قسمی سوال‌ها از مخلصان رو از نوار دیگر یعنی قسمی دومی برنامه ما تماشا کنید.